سلام به بچه های گل یوتیوب. آقا چطور این حالتون خوبه؟ ما اومدیم با یه ویدیو جدید. قرار کریت اوپنینگ کنیم. تو اسکواد آقا معین رو داریم، آقا علی رو داریم، سارا خانوم رو داریم. سلام بچه ها. سلام. حالتون چطوره؟ جواب حالتون چطوره؟ سکوت نیست. خب مرسی. حال که خیلی عالی. آقا من 8 یوسی شارژ کردم. بعد میخوام برم رو AKM بزنم بچه ها. یه پرچیز گیفت هم داریم، اونم باز کنیم. جعبه پرچیز گیفت رو چون معین خیلی سفیده به اسم معین میزنم. سیاه شدی معین. 1800 تا بود. خب شد 10 کا 10 تا یوسی داریم. دیگه شانس من نداد. لونوس پس اومده. لونوس پس رو بگیریم اول. چقدر خوشگله. کدوم لباس؟ این مشکی خوشگل داره. به به. تا لول چند رفتیم؟ تا لول 31 رفتیم بچه ها. لونوس پس رو چیز گرفتیم. گانه رو گرفتم. لباس مشکیه رو گرفتم با گانه. خب آقا دیگه آره جایی نیاز نیست جایی یوسی خرج کنیم دیگه. نه بریم دیگه، بریم سراغ یکی. آقا بچه هایی که ویدیو قبلی رو دیدن، ما 100 بار روی این AKM زدیم. 2 تا جم گرفتیم، 2 تا جم هم دادیم، متریال M4 رو لول 8 کردیم. الان دوباره 9 کاروش میزنیم ببینیم شانسمون چجوری. اگه AKM و لباس رو در بیارم دیگه روش نمیزنم، میرم رو فرعون میزنم. خب یه دریوسی بزنیم. اسکیپو برداریم. 10 تای اول به اسم کی بچه ها؟ خودتون بگین. پس خودشون اگه سارا نمیگفت من به اسم بچه های یوتیوب میزن. خب اشکال نداره، به اسم سارا. از اونجایی که ما یه ذره فمینیستیم به اسم سارا. خب سارا 10 تای اول به اسم تو رفت. خب هیچی نداره. 10 تای دوم به اسم بچه هایی که ویدیو رو میبینن یوتیوب و سابسکرایب میکنن. خب شانس نداریم. ویو پایین شانس نداریم. آقا 10 تای بعدی به اسم علی. علی یه دونه متریال. جان متریال میخوایم چون میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم P90 رو میخوایم P90 رو لول آپ کنیم چون P90ش خیلی خوشگله. خب آقا منو لیدر کنین، مپو عوض کنم. مپو بذاریم فعلا رو ارنجل مود. الان 10 تای بعدی به اسم معینه. معین 10 تای بعدی به اسم شماست. همین یکیه. برو ببینم. یه دونه جم داد. عالی. جم داد. عالی. یه دونه جم. خب 10 تا بعدی دیگه به اسم خودمه. نوبت خودم شد دیگه. خدا رو شکر. آقا من یه دونه تکی میزنم، بعدش میام اسکیپ رو روشن میکنم، یه 10 تایی میزنم. یه چیکن 50 کایی گرفتم. خب سارا به اسم تو چجوری بزنم؟ با اسکیپ بزنم؟ بدون اسکیپ بزنم؟
بگو. با اسکیپ بزن. با اسکیپ بزنم. چیزی نداد سارا. کم کم به سفید. سارا سیاه. کم کم به سفید. سارا دیگه شانس نداره. علی 10 بعدی به اسم تو اسکیپ یا بدون اسکیپ؟ 10 بعدی به اسم بچه‌های یوتیوب. راست میگی. آقا بچه‌های یوتیوب با اسکیپ یا بدون اسکیپ؟ خب میگم بدون اسکیپ. من صداش نمیشنوم. خب 10 بعدی به اسم علی اسکیپ یا بدون اسکیپ؟ بزن اسکیپشو بزن. اسکیپو بزنم. خب میخوای یه تکی بزنم بعدش 10 تایی بزنم یا مستقیم 10 تایی بزنم؟ بزن یه تکی بزن بعدی. یه 10 تایی. ما این تویی. خب مپو بده سانتوک. خب یه تکی بزن با اسکیپ. باشه 10 تایی بزن. یه تکی با اسکیپ 10 تایی بدون اسکیپ. آره یه 10 تایی بدون اسکیپ. فعلا چیزی نداره تا حالا. تو چیزی نمیده. خب آقا من همیشه شانس قبلا که کرت باز میکردم 2 تا تکی میزدم. یه 10 تا به اسم خودم. یه جم گرفتیم. اینطوری فایده نداره. 4 تا جم داریم ولی خب لباسه رو میخوایم. لباسه رو باید. خب چند تا دیگه دوستی داری؟ دارم یه 3 کونیم دارم. کونیم. آره. بزن دیگه ایشالا آقا میخوام 3 تا اسکیپ بگیرش. میخوام 3 تا اسکیپ به اسم بچهای یوتیوب بزنم. به اسم کسایی که سابسکرایب میکنن. 1 2 3. نه اینطوری نمیشه. خب دیدی نداد؟ بچه یوتیوب همه کلن 4 تا میتونیم بزنیم. 4 تا 10 تایی. اینطوری نمیتونیم لباس هم بگیریم ها. خب 4 تا رو از سارا شروع میکنم به اسم خودمون میزنیم. اگه داد لباس رو میگیریم نداد دوباره یوسی شارژ میکنیم دیگه چیکار کنیم آقا؟ به نظرم از چون که علی سفیده موافقم. نسبت به همه. موافقم. آقا 10 تا اول به اسم علی. اشتماعی 10 تا دوم به اسم معین. اوکی هیچی نداد. 10 تا بعدی به اسم سارا. یه دونه جم گرفته. سارا خوششانسیه. ولی خب پیشرفت 10 تای آخرم نداریم. اسیایی ببین 10 تای آخرم نداریم. از یک کنسله. 4 تا و 3 تا. دارم کم کم 7 تا جم داریم. 7 تا جم. 7 تا جم چیکار هیچ کاری نمیشه. بکن بتون لباسشو بگیر. لباسش نمیشه بگیرم. خب بذاریم ببینم چند تا متریال داریم. 2 تا متریال داریم با 3 تا. اگه اینا رو متریال کنیم چه 10 تا متریال. اگه اینا رو متریال کنم میشه 10 تا متریال. برای مکس کردن P90 1 2 تا
4 تا 4 و 3 5 تا میخوای؟ آره دیگه پی90 چیزی 5 تا متریال میخوایم واقعا اینو چیز کنیم مکسش کنیم. آره پی90 آره خب 321 یو سی دارم. یک سال ایکی رو گرفتی آرمان یا نه؟ ایکی رو نگرفتم. میتونم ایکی خب دیگه اونا رو مت کن ایکیش هم بگیر. خب ایکی دارم میدونی ایکی دارم اینو دارم. ها الان فقط تو واسه لباس دادی؟ لباس دادم لباس هم نداد ولی خب اشکال نداره دیگه لباس هم نمیگیریم به جاش متریال میگیریم چون متریال برای من نه الان تو با 6 تا جم فکر کنم لباس نمیتونی بگیری درسته؟ بگیرم آره. خب دیگه لباس رو بگیر یه تونه متریال هم بگیر پی90 رو چیز کن پی90 لول اپ کن بعد مکسش لباس رو بگیر دیگه دوست داری جلوی حرف منطقی فقط میتونه سکوت کنه علی. چی؟ جلوی حرف منطقی آدم فقط میتونه سکوت کنه. شنیدی چی گفتم؟ خودت قطع شد دوباره بگو. میگم جلوی حرف منطقی آدم فقط میتونه سکوت کنه. منطقی بود لباس رو بگیر دوست آقا لباس گرفتیم. جی لباس رو گرفتیم. حالا پوینت اضافه داری الان؟ پوینت اضافه نه دقیقا پوینت هم 150 بود. هیچی نده که آره مینی متریال گرفتی؟ خب الان 4 تا متریال داریم الان میتونیم این 90 رو لباس کنیم. خب و اسپری کم داریم. اسپری همین که آرپیا بگیری همین که کلن هم بگیری اسپری از آرپیا میگیریم. فقط یادم نبود چند تا کم داشتیم. جفتش آره جفتش هم آرپیا هم کلن فکر کنم خیلی کم داشتیم. 6 تا بعد سراغ کلن. گرفتیم. چقدر کم داره؟ 74 6 تا کم داره. این 6 تا رو هم میتونم اینجا بگیرم. ساب کنیم اینجا. حل شد. خب از متریال هم گرفتیم من نمیتونستیم چیزش کنیم. لول 4 شد. پی90 زیبا عالی. بریم چند دستی هم تکی بزنیم ببینیم چجوری فعلا ببینیم میخواد چیزی ببینیم. فرعون میخوای بزنیم 2 تا مینیمت یه دونه اسپری 2 تا پوینت یه دونه اسپری دوست دارم 2 تا پوینت اسپری اینجا نمیخواد چیزی بده 15 تا. بچه ها شما هم مثل من بحثیسی میزنید همیشه کار علاقه دارم یه چیزی در میاد که گلکوپر آدم میریزه. از این و 10 تا
آقا این بود از ویدیو امروز. بچه ها 10 نفر برنده ویدیو قبلی معلوم شدن. من امروز الایتشون میکنم، یعنی یوسی های الایتشون رو براشون میزنم و تو ویدیو بعدی رسیده رو نشون میدیم، رسید واریزیو. آقا دمتون گرم که تا اینجا بیننده بودین، خیلی ممنون. فقط لطف کنین لایک کنین، حمایت کنین، یه ذره سابسکرایب اینجور داستانا که یه کوچولو کمکی بشه به چنل بیاد بالا، یه کوچولو دیده بشین. دمتونم گرم. جایزه این ویدیو هم 3 تا الایت از بین 3 تا کامنت اول، یعنی هر کسی که 3 تا کامنت اول رو بذاره 3 تا الایت جایزه میدم و بعدم واریزیاش براتون میذارم. دمتون خیلی گرمه. تا ویدیوی دیگه، خدا